سلام برای بچه، خبر خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم بریم تو این ویدیو یه بازی خفن، یه بازی که بالای 163 میلیون دانلود گرفت، یه بازی که بالای 50 میلیون الان بازیکن و ممبر توشه. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. مرسی. بریم برای ادامه ویدیو. خب رفتیم تو بازی استامبل گایز. همونجور که میبینید بازی یه شخصیت داره که خیلی هم قشنگه. اول بازی دیگه سفت کاپ، سفت همه چی. اینجا هم که هیچی نداریم. میایم بیرون. چند تا آیتم داره که دوستان رو نمیدونم کاستوم کردنشو. اینجا هم کارکتراشه، تو بازی کردن میتونید وا کنید. احتمالا این اسکیناشه، این کالرشه، این هم عکسایی که تو این بازی میتونید استفاده کنید. خب بریم یه اول پلی بدیم ببینیم داستان چجوریه. 32 نفر تو این بازیه که از این 32 نفر باید برسید نقطه پایان. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. خب 1 2 3 اینجا یه کنترل دارم، میتونی بپری هم میتونی پرواز کنی. خب اینجا این بازی اینو فیلم است که احتمالا هر چی سبز بشه میتونیم بریم. نازم افتادم. خب این بار دیگه میشه یه عالم آدم رفتن ما موندیم. آی افتادم. اینجا دیگه رد میکنم، اینجا دیگه رد میکنم، اینجا رو دیگه. اولین بارم دارم بازی میکنم همین بازی رو. یه ذره کنترل کردنش تو باختم. بریم برای زمین رو. میبینید چقدر زمین مختلف داره، زمیناش خیلی زیاد و مختلفه. بریم برای بازی. خب شروع شد. کدومم من بازی نمی کنم الان. بیا بیرون بابا. نکنید احتمالا نگاه، هر بازی که مثلا تو این زمین برنده بشی میری زمین بعدی، تو اون زمین برنده بشی زمین بعدی تا آخرین نفر شی. یعنی مثلا از این 32 تا آدمی که تو اول اومدن احتمالا 16 تا اول میبرن بعدی، تو 16 تا 8 تا میبرن بعدی، تو 8 تا بعدی 4 تا نگه می‌دارن تا نفر اول انتخاب شه که همون مرحله اول بسیار زیبا هست شدیم. بریم باز برای بازی، بعد بیایم ببینیم چی بهمون میده. یه چیزی هم دادش احتمالاً که نه. اینجا داره پلیرها جمع میشه. چقدر سریع 32 تا جمع شد. احتمال ربات بودنش هم احتمال داره باشه، بازم نمیدونم. یه مپ قشنگ و جدید. بریم برای بازی. یه ذره کنترل کردنش سخت، من خودم گم کردم دیدم. خب رد شدم. نه رد نشدم. بکپ خوردیم. نه دیگه رد شدم. آره. خب بریم تو سخت. اول فاز پریدم. بپر. رد شدم بابا بنازم. رد شدم بابا بنازم. خب مرسی 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 مرسی. چقدر زیبا.
رد شد دیگه بود. رد شدیم. خب از اینجا هم رد شدیم. بریم اینجا. بردیم بابا. باریکلا. هر وقت که برای اینجوری نگاه میکنید تا اون 16 تا پر بشه. نگاه کن الان 13 تا، الان 14 تاست. هر وقت 15 تا 16 تا تمام دیگه، بازی هم تمام شد. میریم برای زمین بعدی. حالا ببینیم زمین بعدی چی میخواد بشه. اینا 16 تا اون ما هم توشون موندیم. و بلدیم ما باید فقط یه دست مونده بود بازی کنیم. بله یه دست دیگه تمام. خیلی زمین آسونیه. اول کجاییم ما؟ پینگم 49 ایرو. خب چی شده؟ به مشکل خوردیم احتمالا. به مشکل خوردیم. برام چکاریم احتمالا باید در بیام. بعد این بازی یکی از خوبیایی که در هنوز فیلتر نشده. یعنی شما بدون فیلتر میتونید برین بازی کنید. اصلا باور کردن نیست میدونم، ولی واقعیت هم همیشه تلخی و جذاب. ولی فیلتر نیستش این بازی، فیلتر نیست. باید در بیام دیگه. نشد در بیا بینم چی شد. نفهمیدم. بریم برای دست دیگه. آقا اومدیم توی بازی. ببینید این پایین اینو براول استار، سبکش اینه براول استاره. اون بازی هم میذارم براتون نگاه کن. انگاری کپی براوله. اینجا میایم اینجا احتمالاً یه اسکین مارک کن. یه اسکین درست حساب وایس رو همون دیگه. وایس اسکینش اسکین قشنگیه. اسکین خوبیه. خب انتخابش میکنیم دیگه. تمام شد. رندومس میریم اینجا. اگه سیدیم که دیگه تمام شده. اینجا چی میده بهمون؟ خب این پلیش بدیم بینم. احتمالا چالش گذاشتم. کارکتراش هم کارکترهای قشنگیه. بریم برای این دست. احتمالا دست آخر اگه ببازم تموم میشه. اگه اینکه بردم بازی پیش میره و میریم جلو دیگه. ببینیم چی میشه آخر بازی. هم ببینیم این بازی رو میتونیم روز به روز بریم جلو یا اینکه نه. عالی. باختم. کلا باختم. آقا این دست اشتباه کردم. بریم بیرون. یه دست دیگه میایم. بیا یه دست دیگه میایم. این دست اگه ببازم بازی تمام میشه. ببرم میریم جلو دیگه. 16 17 18. خب رفتیم تو بازی. ببینیم چی میاره برامون. اینجوری هم که کنیم زمین انتخاب شد. بازم همون زمین قبلیه که 2-3 دست قبلی بود که باختیم. شانس هم نداریم آخه. بچه ها بریم بینم. آها اینه. وای افتادم زمین. جاتا رو وا میکنیم. بقیه میرن. خودمون باید اشتباه کنیم دیگه. اینه. وای ای بابا. خب دیگه رد شدیم. بابا بپر دیگه.
چه نپری دلقک زاده. بپر برو بابا. ما 16 نفر شدم. نفر 16 شدم. نفر 16 شدم. رفتم بالا احتمالا. رفتم بالا. بله رفتم بالا. داریم میریم دنبال زمین بگردیم. اینم. خب شرطی بنده این هم دیگه میرم 8 تا فقط میخوان 16 تا 8 تا میخوان. میبینی این تعداد نفرات کمتر شد. از همین ور میریم ما. برو ردی بیا این ور. برو. وای. 8 تا کلن آدم میخواد. ای بابا برو رد شو جان بچه رد شو. برو دیگه بابا برو. رفتم بین 4 تا. عالی تمام. رفتم بین 4 تا. چه عجب چیزی شد. کلا الان چند تا تو بازی؟ کلا 8 تا تو بازی. نه دیگه رفتم بین 8 تا دیگه. بریم زمین جدید. بعد 2-3 دست چیکار میکنه بازیکن؟ بریم برای دست جدید. انتخاب شو دیگه. انتخاب شو. یه زمین آسون انتخاب شو دیگه. حداقل دیگه الان اینو برم بین 8 تا میرم بین 4 تا دیگه. نه دیگه مشکل نخور. تا اینجا به زور اومدم. بازی یه ذره باگم داره. اونجا که ما رو اونجوری رفته بودیم بالا انداخت بیرون. الان هم که اینجا اینجوری. هنوز انتخاب نکردیم. داره میچرخ. بازی آنلاین اینه دیگه بعدش. بابا این دیگه الان نمیاره بالا. من دیگه کاری هم نمیتونم کنم. خب بریم بگیم که آقا استانبول گایز بازی چجوری؟ بابا استانبول گایز یه بازی بود که میشد گفت این بازی رو میتونین شما بازی کنی. برای سرگرمی خیلی خوبه. برای سرگرمی واقعا خوبه. یه دفعه 32 نفر میرین تو اونجا و مرحله به مرحله جلو میرین و آدم ها کم میشن و شما برنده میشین و اگه من باشه خب برنده میشین و اینجور چیزا. استانبول گایز هم یه بازی نیست که بتونیم هر روز اینو بازی کنیم. شاید بعضی بازی ولی بعد یه مدت شاید دیگه از چیز بیفته. خیلی هم باگ داشت. باگاش زیاد بود. بازی اونجوری مثلا تازه احتمالاً دیگه 20 ژانویه 2021 اومده این بازی. بازم که با این حال اومده آپدیت هایی که اومده روش شو با این حالم باز این باگ داره. ولی این بازی نمیتونیم ما هر روز بازی کنیم. بریم یه سراغ بازی معرفی یه بازی دیگه اگه ببینیم شد اونو روز به روز میذاریم. که شک نکنید بازی بعدی براول استار احتمال زیاد بازی بعدی براول استار رو بذارم که ببینیم چی میشه. اون بازی چجوریه و میتونیم اونو بازی کنیم. پس تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.